نکته مهم ماجرا اینجا هستش که مردمی که درآمدشون ریالیه باید هزینه‌های دلاری دولت رو پرداخت بکنن. تو برنامه بودجه دولت برای سال 1405 حداقل 65% از درآمدهای دولت قرار از مالیات تامین بشه. یعنی تو اقتصادی که رکود هستش مردم باید هزینه دولت رو بدن. یک قرارداد یک طرفه با مردم که صرفاً در اون پرداخت کننده هستن. افزایش حقوق 20% در نظر گرفته شده و حداقل حقوق هم 15 میلیون و 600 و دولت هم برای جبران کسری بودجهش میخواد پول چاپ بکنه و این یعنی یک تورم افسار گسیخته، یک تورم ونزوئلایی در انتظار ما هستش. و نکته مهم ماجرا اینجا هستش که مردمی که درآمدشون ریالیه باید هزینه‌های دلاری دولت رو پرداخت بکنن و این که ما از قدیم هی میگفتیم درآمدها باید دلاری بشه الان دیگه یک معجزه نیست، چیزی نیستش که بخواد شما رو به جلو حرکت بده، صرفاً یک سپر در مقابل این فشاری که قراره به ما تحمیل بشه. آینده اقتصاد قطعاً تیر است ولی تصمیم مالی فردی چیزیه که هنوز دست خودمونه، پس درست تصمیم بگیریم.